سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم از چند نفر سوال بپرسیم، مخصوصا آقایون، که چرا خانم ها در زمان پریودی بی‌حوصله هستن و اصلا واقعا اعصاب ندارن. بریم. سلام، خسته نباشید. من یه سوال دارم بابت اینکه میخوام ببینم که شما آیا درکی دارین از این قضیه که خانم ها زمانی که پریود میشن چرا بی‌حوصله میشن، صبر ندارن و به قول معروف اعصاب ندارن؟ از نظر من به خاطر اینکه بالاخره این خونی که از بدن میریزه باعث میشه که اعصابش خراب بشه، مثلا بعد یه حالت ژنتیکی مثلا به صورت چیزم هست، هورمونی در واقع. هورمونی، بله، به خاطر هورمونی و اینا کلا تو ذاتش اینجوریه، باید بی‌حوصله باشه، باید طبیعیه، خراب درست. باشه، بله طبیعیه. ممنون ازتون، خیلی لطف کردید، متشکرم. خدا. سلام، خسته نباشید. چرا خانوم ها در زمان پریود بی‌حوصله میشن و به قول معروف بی‌عصاب میشن؟ آیا شما میدونید؟ سلام، وقتتون بخیر. بله، یک امر طبیعیه، به خاطر اینکه خانوما موقعی که پریود میشن هورموناشون ناتنظیم میشن، به هم میریزه. پس ما باید توی این مدتی که این اتفاق براشون میفته بیشتر حواشون رو داشته باشیم. یکی از آقایون گفته بود که چرا خانوم ها در زمان پریودی بی‌حوصله و خسته میشن. بذارید از نظر علمی من این رو براتون کاملا توضیح بدم. در زمان پریودی خانوم ها یه سری ترشحات هورمونی دارن. هورمون های پروژسترون و استروژن در بدنشون خیلی افزایش پیدا میکنه، بالا پایین میشه و هورمون سروتونین در مغزشون کاهش پیدا میکنه. وقتی که هورمون سروتونین کاهش پیدا بکنه، اون حس و حال خوب هم کم میشه و خانم ها احساس خستگی و بی‌حوصلگی میکنن. همچنین با افزایش پروستاگلاندین ها در رحم که در واقع افزایش انقباض‌هایی در رحم میشه که دردهای بسیار شدیدی داره و این دردها باعث خستگی و بی‌حوصلگی خانم ها میشه. دردهای رحمی مطابقت داره با زایمان. آقایون با عشق و محبت و صبوریشون میتونن در کنار خانم ها قرار بگیرن و احساس خوبی بهشون بدن.